اگر زن نبود، یک لحظه تصور کن اگر زن نبود دنیا چه اتفاقی میافتاد براش. اما قبل از اینکه بخوام مبحث رو شروع کنم ازت میخوام که کانال منو سابسکرایب کنی، دکمه لایک و زنگوله رو بفرستی و این مطلب رو برای دوستان و عزیزانت بفرستی. تصور کن مادری که دست کودکش رو گرفته، زنی که لبخند میزند، دختری که آرزوهایش رو روی کاغذ مینویسد، زنی که در حال کار، خلق و ساختن هست. تمام اینها به خاطر وجود زن هست. جهان بدون زن نیمی از عشق، نیمی از امید، نیمی از زندگی را کم داشت. زن فقط یک نقش نیست. زن بخشی از نفس این جهانه. روز زن رو به همه مادرها و زنان سرزمینم تبریک میگم. روزتون مبارک.